در یک فضای بین‌نهایت متنوع در فضای تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه مراسم افتتاحیه اولین چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی در پایتخت کشور اویدا بادمینتون دایر گردید. در ابتدای چهاربینی معاون اول رئیس شهر دوشنبه تبرزاده جمشید برآمد نموده کل اشتراکچیان و مهمانان را از نام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی و کشور عزیزمان خیر مقدم گفت و در ادامه ذکر نمود که با تشبس‌های بی‌واسطه رئیس ورزش پروری شهر دوشنبه تاجیکستان میزبان مسابقه‌های سطح بین‌المللی گردیده با یک شکوه و شهامت خاص میزبانی می‌نماید. بعداً پرزیدنت کنفدراسیای بادمینتون آسیا جناب آنتون سوبو رشته سخن را گرفته برابریت کشور و کوشش‌های انجام داده فدراسیای بادمینتون تاجیکستان اظهار ممنونیت نمود. در خطار همه این مهمانان افتخاری همچنین نایب اول پرزیدنت فدراسیای بین‌المللی بادمینتون جناب جسیم کانسو نیز حضور داشت که طبق برنامه افتتاحی او هم سخنرانی نمود. در جریان سخنرانیش از زیبایی‌های کشور گفته قید نمود که بار اول است در تاجیکستانم ولی خودم را مثل که در خانه‌ام احساس می‌کنم. با صدا دادن سرود ملی کشور چهاربینی منطقوی رسما افتتاح کرده شد. بعداً برای فراغت مهمانان یک چهاربینی فرهنگی نیز پیشنهاد کرده شد که سرشار از ترغیب و تشویق کشور عزیزمان و آیین‌ها و عنعنه‌های آن بود. همینطور رقابت‌های فینالی نماد انفرادی شروع شدند. ابتدا میان نورسان تا 17 ساله در فینال دو نماینده کشور ایران سعید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی به هم آمدند. باید گفت که در همه رقابت‌های فینالی بادمینتون بازان ایران حضور داشتند. در این رقابت شدید عادل صورتی در 2 ست گلچین حسینی را شکست داده برنده نشان طلایی چمپیونات منطقوی آسیا مرکزی گشت. نشان نقره این کاتگوری هم به خزینه منتخب ایران وارد شد. خیلی خوشحالم که الان هم صحبت میکنم. خدا رو شکر سطح مسابقات خوب بود و ما بیشتر از این خوشحالیم که جفت فینالا ایرانی بودن و اینکه الان توی قسمت یک نفره و سینگل هم مدال طلا هم مدال نقره ماه ایران بود و اینکه واقعا خیلی خوشحالم. خیلی حس خوبی داره. سطح مسابقات عالی بود. بازیکنان خیلی قوی و همسطح بودن. خدا رو شکر که فینالیست این دوره از مسابقات مال ایران بود و کشور خودمون بود و امیدوارم که در مسابقات بعدی بتونم موفق تر باشم. رقابت‌های فینالی باز با اشتراک بادمینتون بازان ایران ادامه یافت. برای به دست آوردن نشان طلایی نمادی آمیخته میان بانوان تا 15 ساله زهرا روباتی و ایسان زوری با نمایندگان کشور ازبکستان اعزازا یخشنلیکова و صوفیا زاکرova وارد میدان گشتند. خوبان ایرانی بدون مشکلی در 2 ست با حساب‌های 21-11 و 21-6 به پیروزی دست یافته نشان طلایی دوم را برای کشور ایران به دست آوردند. پرزیدنت فدراسیای بادمینتون آسیا جناب آنتون سوبو بعد 10 سال به تاجیکستان آمدن اندیشه‌هایش را در مورد تاجیکستان و ورزش کشور چنین بیان کرد. برای فراهم آوردن این امکانیت از شما منت دارم. بله، من 10 سال قبل به تاجیکستان آمده بودم. بعد برگشتن و دیدن تاجیکستان من در حالت شوک قرار گرفتم. در یک مدت کوتاه تاجیکستان به کلی عوض شده است. کل مردم تاجیکستان و مخصوصا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی را برای این همه دستاوردها تبریک میکنم. چگونه ما تاجیکستان را میزبان مسابقه انتخاب کردیم. این خیلی مسئولیت کلان و مشکل بود. بعدی از بیماری کووید بیرون شدن کم دولتان حتی امکان قبول این پیشنهاد را داشتند. فدراسیای بادمینتون تاجیکستان خیلی خواهش زیادی شروع دوباره بازی‌های آسیایی را داشتند و ما بعد تحلیل و بررسی امکانیت‌ها همه‌جانبه آن را قبول کردیم. من به شما میگویم میزبانی نمودن چنین مسابقه آسان نیست. ولی تاجیکستان با امکانیت و انفراستراکچورهای داشته‌اش با باوری کامل گفت که میتواند این چهاربینی مهم را میزبانی کند. من باور دارم که تاجیکستان در آینده میتواند مسابقه‌های سطح بین‌المللی را با سر بلند میزبانی کند. طبق نقشه برگزاری رقابت‌های فینالی به میدان دو نماینده کشور ما امین آخوندقدم و مفتونه شریف و برای مدال طلایی نمادی آمیخته بانوان تا 17 ساله با خوبان ایران ایدا عنایتی و فردوس فروغینی را سنجی نمودند. باید گفت که نه تنها بادمینتون بازان ما بلکه کل ورزشکاران اشتراکچی این مسابقه پیش بادمینتون بازان ایران عاجز ماندند که به فینال برآمدن همه آنها گواهی از این حرفها می‌دهد. بانوان ما دچار باخت شده با مدال‌های نقره قناعت کردند.
نایب پرزیدنت فدراسیون بین المللی بادمینتون باری اول است که به تاجیکستان میآید و از امکانات‌های داشته کشور عزیزمان اظهار خوشنودی نمود. Actually, I never thought that I will come to Tajikistan one day. پیش از این به تاجیکستان نآمده بودم. واقعا در اینجا بودن برایم خاطرمان گشت. شهر را دوست داشتم، آدمانش را دوست داشتم. همه مردمانش مهمان نوازند و البته از بودنم در اینجا خوشحال می باشم. بسیار مجموعه زمانه‌ای و زیبایی می باشد. با بنا شدن چنین تالار ورزش کشور هم پیش می رود که این را می توان در مثال رشد بادمینتون تاجیکستان قید کرد. در این تالار ورزشی می توان مسابقه‌های بی‌نهایت سطح بلند را میزبانی کرد. حتی یک قطار بازی‌های المپی را برگزار کردن ممکن است. برای همین با فدراسیون بادمینتون تاجیکستان اظهار منتداری بیان می‌کند که خوب نکرده زحمت می‌کشند. فقط همین را باید گفت که آینده ورزش تاجیکستان در دست نفرانی باورناک میباشد. So we know that the future of players, of athletes in this country is in good hands. بعد برگزاری رقابت‌های فینالی با اشتراک مهمانان فخری مسابقه مراسم جایزه اسپوری صورت گرفت. ابتدا جوانان تا 17 ساله رقابت‌های انفرادی مدال‌های خود را به گردن آویختند. نشان‌ها را به ورزشکاران معاون اول رئیس شهر دوشنبه تبرداد جمشید تقدیم کرد. بعداً خوبان تا 15 ساله از رقابت‌های جفتی مدال‌های خود را صاحب گشتند. نمایندگان کشور ما دلمیره بنیازاده و ارمبگیم شاه اسکندر و مدال‌های برنج را صاحب گشتند. نشان‌ها را به جایزه‌داران پرزیدنت کنفدراسیون بادمینتون آسیا آنتون سوبوو سپارید. میان جوانان تا 15 ساله نمود رقابت‌های جفتی نمایندگان ایران باز نشان طلا را به دست آوردند. بادمینتون بازان ازبکستان دوم شدند و ورزشکاران قزاق و تاجیکستان برنده نشان برنج این کاتگوری گشتند. در حیات دستاوی میان نوراسان تا 15 ساله مدال طلا به ازبکستان رفت. قزاقستان دوم شد. نوراسان ما مدال‌های برنج را به دست آوردند. نایب اول پرزیدنت فدراسیون بین المللی بادمینتون جناب جسیم کانسو مدال‌ها را به غالبان تقدیم نمود. در حیات دستاوی میان جوانان تا 17 ساله ورزشکاران تاجیکستان و قرقیزستان نشانهای برنج به دست آوردند. در رقابت فینالی بادمینتون بازان ازبکستان ورزشکاران قزاق را شکست داده مدال‌های طلایی نوبتی را به گردن آویختند.